تصاویر کاملا برهنه فرزانه ناز در صفحات مجازی بار دیگر نشر شد. فرزانه ناز در کشور دبی مصروف چی کار باری بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی فرزانه ناز در دبی که اصلا باورتان نمی شود. چرا فرزانه ناز دیگر آواز نمی خواند؟ و رابطه عجیب و جنجالی فرزانه ناز با پسران ایندی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز، هنرمند جنجالی، یکی از هنرمندان سر صداهای فراوانی در صفحات مجازی ایجاد می کند. فرزانه ناز در ابتدای کارهای هنریش مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغانستان قرار گرفت، اما آینده درخشان برای فرزانه ناز در هنر موسیقی افغانستان می دانستند. اما فرزانه بعد از آنکه سفرهایی به کشور دبی و هندوستان داشت، وی کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزید. وی در چندین فیلم هندی نقش کوتاه بازی کرده است. وی میخواست در سینمای هندوستان نقش بازی کند و دستاوردهای پیدا کند، اما نتوانست موفق بگردد. فرزانه ناز اکنون در کشور دبی زندگی می کند. در دبی همیشه مصروف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک بوده است و با دوستان و طرفدارانش همیشه گیم بازی می کند. فرزانه ناز در کشور دبی قرار بود با دوست پسرش نامزد شود، اما به یک بارگی نامزدی فرزانه ناز با دوست پسرش از هم پاشید. تا کنون دلیل این کار فرزانه ناز معلوم نیست، ولی فرزانه برای همیشه از هنر موسیقی دوری گزیده و دیگر نمیخواهد آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش بسراید. ولی ما آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود، بالخصوص فرزانه ناز هنرمند با استعداد کشور خود تمنا داریم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان. از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم تا درود دیگر هر یک از شما خوبان را بالای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.